دین، در راه قرآن، در راه بناهای مقدس خدمتگزاری میکند، کمک میکند. خداوند انشالله زحمت قبر قیامتشان بفرماید. از همه انشالله خداوند قبول بفرماید. اجر همه عزیزان با خدای متعال و رسول مکرم اسلام و اهل بیت پاکش باشد. بر محمد و آل محمد. اتمتعه فيها سلامتی حاجی صلوات اللهم صل على محمد. برای سلامتی دکتر صاحب عطایی صلوات. جامعه اسلامی را برطرف بفرما. خداوندا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما. خداوندا کافرین و منافقین و ظالمین را مزمحل و رسوا و سرنگون بفرما. خداوندا این قائله که برای جامعه اسلامی و جامعه شیعی رخ داده است به نفع اسلام و شیعه، خداوندا ختم بخیر بفرما. خداوندا شر اسرائیل غاصب آمریکا را به خودشان برگردان. خداوندا کشورهای بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما دوستای عزیز سلام عرضم. امیدواریم در هر جایی هستید جور و صحتمند و سالم و تندرست باشید. امروز 2 تاریخ 2/1/1405 سیوم روز عید سعید فطر در منطقه قبلیتو پیش حسینیه قریه قبلیتو برادران عزتمند و شریف قریه قبلیتو جمع شدن که یک سرشته بنای خیر را دارند که قرار است یک مسجد پهلوی مسجد سابقه تعداد گذاریش نن. امروز نانی گرم از هر خانه آماده کردن آوردن کلگی همینجا رمدن. به یاری خداوند و دعای شما مؤمنین عزیز تعداد این مسجد و علمی این مسجد امروز قرار در اینجا به اهتزاز درایم و انشالله ما شاهد یک بنای خیر، یک سازه خوب که این نماد همت و غیرت و اخوت برادری یک منطقه واقعی نشان میده باشد که تمام عزیزان و برادران با شوق اشتیاقی که دارن اینجا جمع شدن. امیدوارم که این مسجد که قرار شروعش نه به پایه اکمال به خوبی و خوشی تکمیل گردد. این هم از مسجد سابقه ای که تقریبا حدود 20 سال پیش توسط اصل صاحب زمینا بانی های اصلی این مسجد بودن جور شدن. خداوند انشالله اموات و کسایی که زمین را دادن و این مسجد را جور کردن خدا انشالله اموات چه غریق رحمت کنه. و مسجدی که قبلا اینجا بودن کفاف این جمعیت و این نفوسی که در قبلیتو هستن نیست ندارن فعلا، بناهن روی مشکلات هایی که فعلا مردم دارن بازم کمر همت بستن و معمولا مو مبلغی که علا توفیقی هر قدر دادن از اینجا از بیرون از هر جای خلاصه این مسجد را انشاءالله تهداب گذاری میکنن. مسجد سابقه ای که بودن یک مسجد 12 متره 12x4 بودن و یک دانه سالونی که سالن منبر بود دنا تقریبا 8x12 که این واقعیت کفاف مسجد نمیکنن. تشکر شما استاد، خدا داد زنده باشین. خدا انشالله شما رو خیر بده. دوستای عزیز چنانچه که میگیرنین برادرها رفتن از بازار چوبی بنز علم چیزا رو آماده کردن آوردن دیگه. اینجا برادرها با شور اشتیاق دیگه کلنگ را آوردن، کلنگ را آمادنن تا ما انشالله پرچم ابوالفضل مسجدی که در نام مسجد باب الهوایج نامگذاری شدن را امروز تعداد گذاری شد و علم گذاری شد.
طاعات و عبادات، اعمال نیک همه مؤمنین و مؤمنات را مقبول درگاهش قرار بدهد. امروز که مصادف است با دوم روز نوروز و آغاز سال نوی 1405 و همچنین مصادف و مطابق با سوم شوال المکرم 1447 قمری هست. مردم مؤمن و متدین قریه قبل تو اینجا جمع شدن، میخواهند نسبت به مشکلاتی که دارن یک مسجد جدید را در کنار مسجد سابق بناگذاری کنند و تهداب گذاری کنند که امروز مراسم علم نصب کردن این مسجد و بنای مقدس است که خدای متعال همه ما و شما را در زمره مؤمنین و مؤمنات قرار بدهد، همچنان که خدای متعال در قرآنش می فرماید انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. اون کسانی که ایمان به خدا دارد و ایمان به روز قیامت دارند اعمار مسجد و تهداب گذاری مسجد را آغاز می کنند. و همچنین رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من سن سنت حسنه فله اجر من عمل بها. هر کسی که یک کار خیر را بنا کند و یک سنت حسنه را پایه‌گذاری کند، هم خدای عالم اجر و ثواب اون کار نیک را برای او عطا می کند و هم کسانی که در طول عمر نسل در نسل از اون بنای مقدس بهره برداری و استفاده نیک میبرند، در ثواب همه اونها در طول تاریخ شریک خواهند بود. خداوند همه خدمتگزاران، همه کسانی که به هر نحوی در راه دین، در راه قرآن، در راه بناهای مقدس خدمتگزاری میکند، کمک میکند، خداوند انشالله ذخیره قبر قیامتشان بفرماید. از همه انشالله خداوند قبول بفرماید. اجر همه عزیزان با خدای متعال و رسول مکرم اسلام و اهل بیت پاکش باشد. بر محمد و آل محمد صلوات الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از تشریف فرمایی کل برادرای عزیز قریه قبل تو، جوانان، نوجوانان، پدران عزیز و کل موسفیدان عزیز که در اصل کار هستند. بازم از طرف برادران قریه قبل تو، اهالی قریه قبل تو، ما سپاس تشکر میکنیم از بانیان اصلی این زمین، کسایی که این زمین اهدا کردن برای مسجد باب الحوایج قریه قبل تو که این واقعیت خدا انشالله امواتش غریق رحمت نماید. قبلا اینجا اینا که مسجد جور کردن بعضیاش هم نیستن، خدا انشالله اونا را هم رحمت نماید. و برادرای عزیزی که امروز در قریه قبل تو بنا است که پرچم باب الحوایج ابوالفضل عباس را در اینجا احداث نماید، همه با اشتیاق با دلگرمی اینجا جمع شدن، نانهای گرم خواردن در منطقه با سرپرستی حجت الاسلام المسلمین آقای سجاده عزیز. بازم برادرای عزیز اگر کدام گفتنیای اگر دیگر داشته باشین کامرا در خدمت شما است. سلامت باشه آقای عطایی صاحب. خداوند به شما عزت و مردای شما را بیامرزه. خداوند به این مردم برکت بده. کسایی که در این راه قدمن و مالن قدم برمی داره، خداوند ماتشان را بیامرزه. بر محمد و اهل بیت محمد سلام. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. از سبقه جوانان یک نفر بگن بعد انشالله شروع کنیم. آقا یاوری صاحب با نمایندگی از برادرای جوانات تو میتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. چون که آقای سجادی همه گپا رو گفت، امروز بنیانگذاری و علمگذاری برای مسجد جدید قبل تو است. تمام جوانان جمع شده و همچنین همه سفیدای عزیز اینجا تشریف آوردن و تشکری میکنم از همه عزیزانی که در این مورد خدمت کردن و خدمت میکنن و عزیزانی که در خارج هستن چی در داخل هستن دست ما را در این کار عظیم میگیرن. قلبا تشکری میکنیم.
دیگه جوانای عزیزم اگر کدام گفتنی دارن میتونن بگن. خب تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. برادرایی که نو آمدین بازم خوش آمدین، قدم شم روی چشم، زنده باشین. تشکر. ما میگرنم از چهره برادرای عزیز با چهره بسیار بشاش و استوار آمدن امروز، بسیار با روحیه عالی، با اگرچه شرایط خوب نیست، شرایط امسال شرایط بسیار چیز است، بازم با می شرایطی که فعلا در اینجا هستن مردم مصمم شدن، تصمیم گرفتن اجبارا، خلاصه به هر نحوی، خلاصه میره علا توفیقی و علا توکلی امی بنای خیر را، این بنایی که اینجا قرار سازه شوند و ساخته شوند، مسجد به نام باب الحوایج قریه قبلی تو، و انشالله ما شاهد یک بنای خیر باشیم تا پایه اکمال این مسجد. تا پایه اکمال این مسجد بر محمد و آل محمد اجماعاً صلوات بر محمد و آل محمد. هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعجیل فرج آقای امام زمان. بله. توفیق و طاعت عبادات بر محمد و اهل بیت پاک محمد صلوات. باید دیگه نانارم بلو. خدا انشالله همه مؤمنین را خیر بده، نظرایشم هم قبول باشد انشالله. دیگه نان نمانده؟ نه دیگه خلاص. خب باید نفسی سیاست باید کیگارم بریم؟ خیلی با هم میخنه سنگور میسه دیگه. مؤمن و متدین نیک مبارک بفرماید. ارواح اموات و گذشتگان، مخصوصا اموات و گذشتگانی که سهمی در این بنا داشتند، خداوند ارواحشان را شاد کند، زندگانشان را عمر با برکت و با عزت کرامت بفرماید. این بنای مقدس را مایه وحدت و اخوت و برادری و اتحاد در بین این قریه و این دیار قرار بدهد. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. سفر صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی حاجی صلوات.
دکتر صاحب عطایی صلوات. برای سلامتی اوستا صلوات. برای سلامتی آتی خیر محمد صلوات. برای سلامتی مدیرم صلوات گلم. آقای شریفی بیا. برای سلامتی آقای شریفی و فامیل صلوات. یا تو دیگه مطال ما هم باید یک دفعه بیا کرد برای سلامتی امزی خلیفه هم صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا. بسم الله الرحمن. برای سلامتی کرده احسان صلوات. برای سلامتی استاد عبدالله محمد علی به صلوات. برای سلامتی استاد آهنگر یک صلوات. برای سلامتی اشرف و فامیل رضایی 3 تا صلوات. بسم الله سلامتی خلیفه عزیز هم یک صلوات. برای مصری سعید یک صلوات محمدی. صدیق کلینگ باید پیش دی. خب دور فقط دور استاسیونی که دروش میاد. اینا رو شاید لومو این آبید محمد هم میگه نه؟ آره آره خیر. زین اللهم یک صلوات. سلامتی مشتری تحقیق محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای سلامتی آتی ابراهیم هم یک صلوات. ما کم بخیشیم بگیرید. با بچه
شو بچه برای برافراشته شدن علم ابوالفضل باب الحوائج یک صلوات محمدی. الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام، السلام عليك يا باب الحوائج يا أبا الفضل العباس، يا عباس بن علي أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. حالا دست راست روی سر که انشاءالله قلب نازنین حضرت حجت ابن الحسن آقا بالا سر ما و شما، از همه ما و شما در این امر خیر شاد بگردد. برای سلامتی و تعجیل فرجش یک صلوات مهدی پسند ختم کنید. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله. سر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خزل الدين، اللهم انصر جيوش الإسلام وعساكر الموحدين، اللهم بارك في فرحنا وفرح المؤمنين وهذا الفرح، اللهم بارك في سرورنا وسرور المؤمنين وهذا السرور. پروردگارا این اعمال نیک را از همه مؤمنین و مؤمنات و کرمت قبول بفرما. خداوندا همه حاجتمندان مجلس ما را حاجت روا بفرما. پروردگارا به آبروی باب الحوائج ابوالفضل العباس همه ما را حاجت روا بفرما. گرفتاری ها و مشکلات جامعه اسلامی را برطرف بفرما. خداوندا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما. خداوندا کافرین و منافقین و ظالمین را مزمحل و رسوا و سرنگون بفرما. خداوندا این غائله که برای جامعه اسلامی و جامعه شیعی رخ داده است به نفع اسلام و شیعه، خداوندا ختم بخیر بفرما. خداوندا شر اسرائیل غاصب و آمریکا را به خودشان برگردان. خداوندا کشورهای اسلامی را با همدیگر همدیل و همسو و متحد بفرما. دلهایشان را به همدیگر نزدیک و مهربان بفرما. خداوندا دوستی و محبت و همدلی را در جامعه ما روزافزون بفرما. نفاق و دشمنی و کدورت را برطرف بفرما. خداوندا یا الله هر کسی که به این خانه ابا عبدالله الحسین و باب الحوائج خدمت کردند و خدمت میکنند از همه ایشان به احسن وجه قبول بفرما. خداوندا این نذورات را از صاحبان نذر به احسن وجه قبول بفرما و بلغ الارواح المؤمنین و الشهداء لا سیما ارواح شهداء کربلا، ارواح امواتنا الحاضرین، ثواب الفاتحه والاخلاص والصلوات. خداوند کسانی که برای این بنای خیر به هر نحو خدمت میکنن، کمک میکنن، اونهایی که کمک کردن و در آینده انشاءالله
کمک میکند و خدمت رسانی میکند، خداوند انشاءالله از همه ایشان به احسن وجه قبول بفرماید، به آبروی حضرت باب الحوائج همه ایشان را حاجت روا بفرماید، طول عمر با برکت برای خودشان و برای عزیزانشان عطا و مرحمت بفرماید. باز هم صلوات محمدی ختم بفرماید. عجل فرجکم. هیچ خنبایه باز نیزی خوبش نمیه باز بد درد. مایدک های دو تنهایی تقسیم کرد. او طرف اور کو طرف بيلا من جي بيقر وزن برداره بچه از این فیلم خوب شما نه تولات خادم آره خدا قبول کنه انشالله. ما باشه تو بنان بگرد به اینجا سخبیلی ولی ازو خانم بایم دوستان رضا بگیر خوددادی اون باشه ده آیستا سجاده یک دنه ما من زی بگیرو اسخوا صادر ویروس مزید خیلی جد مندازه خوب یا برادرها بیگن تا امروز بیگر کمار کل گیش یک امروزی گوشته از این تعداد قدر دوستای عزیز در ادامه مجلس امروز جمعی خیلی کم از برادرها آمد در خانه از ما دیگه اینجا گفتیم یک پلو چای هم بخوریم دیگه برادرها اینه از طرف 4 نماینده یک نماینده آقای مستری صاحب سلطانیه یعنی برادرها در از پیسه جمع مونن به خاطر کمک مسجد پیسای خرچی مونن میدین دیگه اینیم از آقای آوری خدا انشالله اموات زار غریق رحمت کنه مسافرین جان بخیر بره طول عمر بلده خود و فامیل چی باشد با عظمت یک صلوات اللهم صل علی محمد و علی سلامت باشین تشکر خدا شما رو خیر بده که قدم خیر بالمونین یعنی میرقم آب دریا باشه آره واقعا توکل با خدا بازم از فرصت استفاده نم از تمام خیرین عزیز که در داخل و بیرون هستن انشالله اگر به هر نحوی همراه از ما کمک کنن این مسجد اعمار شنه انشالله ما شما انتظار دارین چنانچه مسافرایی که از داخل هم خارجن مسافرایی که از این منطقه یا از بیرون از منطقه باز همه تمام خیرین به هر نحوی که کمک کنن خلاصه یعنی رقم به قبض جور شده برای چیز مسجد
خلاصه قبض دیده میشم به هر نحوی کمکشون همین مسجد از ما امسال یک رقم شونه. سلامت باشین. تشکر از زحمت کلگیشین.